سلام بچه‌ها، چطورین؟ میخوایم بریم نمایشگاه کتاب. البته امروز داریم میریم تهران که فردا برسیم به نمایشگاه کتاب. خواستم فیلم بگیرم و یه ولاگی داشته باشیم که با هم دیگه حسابی خوش بگذرونیم. امیدوارم تا آخر این ولاگ رو ببینید و ازش لذت ببرید. فعلا. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs. ما اومدیم یه پمپ بنزین کوچولو بنزین بزنیم و بعدش دوباره به مسیرمون ادامه بدیم. ساعت الان 5:23 است. ما ساعت فکر میکنم نزدیکای 3 بود حرکت کردیم و خب مونده هنوز یه چند ساعتی مونده که برسیم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. حسابی تو راه بارون بود، آفتاب شدید بود، یه جا اصلا یعنی کلا هوا هر قسمت یه جوری میشد. خیلی جالب بود به نظر من. الان خوشحال و شادم. کلا هر جا میریم بارون خودمون میبریم. بریم ببینیم چه خبره. رمانی سرشار از شجاعت، خیانت و ماجراجویی. پرده برداری از نقاط ضعف و قدرت مشهورترین ثروتمندان و کارآفرینان جهان. کتابی درباره ساخت روابط صادقانه و پایدار با افرادی که میشناسیم یا حتی نمیشناسیم. یاد بگیریم هر طور که شده شروع کنیم. مهم نیست چی جوری، فقط شروع کنیم. رمان فانتزی عاشقانه الهام گرفته شده از اساطیر چینی و افسانه الهه ماه. کتابی داستانی راجب شینگن که برای رهایی مادرش از دست امپراتور بیرحم آسمانی به سفرهایی میره. کتاب آلمانی اشتارتن ویا سطح A1 برای منی که تازه شروع کردم و معلمم توصیه کرد تا این کتاب رو بگیرم. این کتاب خودخوان هم هست و خیلی خیلی کتاب خوبیه.